خروجی شیر گاز رو باز میکنیم. خروجی شیر گاز این پیچ برنجی هستش که ما از این قسمت میتونیم در واقع تست و فشار خروجی شیر گاز رو کاملا برآورد بکنیم که بتونیم نسبت به اون کاهش یا افزایش فشار گاز شعله ماکسیموم و مینیموم رو داشته باشیم. به این صورت که اول کار در واقع پیچ مال تنظیم خروجی شیر گاز رو باز میکنیم به میزان 3 دور و شیلنگ گیج فشار رو به این قسمت وصل میکنیم. پس از اون ما باید مطمئن بشیم که شعله ما روی ماکسیموم قرار گرفته. پس آب رو به میزان حد اکثر باز میکنیم تا شعله به مقدار ماکسیموم برسه و عدد فشار روی گیج مشخص هستش که میزان 12/66-67 میلی بار رو به ما نشون میده. برای کم یا زیاد کردن شعله ماکسیموم از یک آچار 10 تخت استفاده میکنیم به این صورت که این پیچ برنجی شماره 10 رو اگر سمت خلاف عقربای ساعت بچرخونیم همینطور که ملاحظه میکنیم فشار در واقع شعلمون کم میشه و اگر سمت